من خیلی به آخرین ما رو فکر میکنم. به آخرین چایی که خوردم، به آخرین صبحی که از خواب پا شدم، به آخرین آدمی که دیدم. تنها چیزی که یادم میاد یه قیافه است، یه قیافه که هر روز میبینمش. کارا چیه؟ خودش کجاست؟ مغازه کو؟ اصلا ندارم چی. آقا کارت به کارت کن تمامش کن بریم. اصلا پیدا نمی‌کنه. آقا بیا این پول مامان بده بریم. حرومزاده! حرومزاده! به من دست می‌زنی؟ غلط کردی به من دست می‌زنی. چی دست می‌زنی؟ چی دست می‌کنی آشقان؟ کار داره فردا عروسیه. بریم فهمیدم کجاست. نجمه من با این ازدواج مخالفم. پسر اصلا معلوم نیست کیه چیه از کجا اومده، به ما نمیخورن. میبینی که نسا خودش هم راضی نیست. نجمه یه کاری کنیم مجلس به هم بخوره. نادر جان اولا چرا نشناسیم؟ همکار شوهرمه دیگه. بعدم مگه دست منه عزیزم؟ شما دقیقه گوشی این دیگه حرف خود باباست. یعنی چی حرف خود باباست؟ چند تا خواستگار رو رد کرد، سنش داره میره بالا. تو منو اوقات تلخ درست نکن. بیا بریم دیگه. الو عزیزم شما نمیخوای بیای؟ برو بابای عروسی شب جمعه است. شب جمعه نمیخوای بیای؟ اینجا چی کار میکنی؟ بهتری؟ میفهمم استرس داری، ولی با این کارا که چیزی حل نمیشه. به خدا من دارم بین شما سکته میکنم. اون از نادر، این از تو که 5-6 ساعت غیبت زده. تو یکم کوتاه بیا. به خدا پسر خوبیه، دوستت داره. ببین اصرار که میخوام باش حرف بزنم. بیا بگی 2 کلمه باش حرف بزن. بیا چقدر تو گوش تلخی آخه. منو ببین بچه دومم هم داره به دنیا میاد. هر کی میاد یه عیبی میذاری روش. حالا پاشو کلی کار داریم دیرمون شده. نادر خزارم تو ماشین منتظرم. نمیخواد اصلا به هیچ چی فکر کنی. تموم میشه. پاشو. بیا. سلام عروس خانم. میدونم استرس عروسی تو داری. نگران نباش، ما هم همینطوری بودیم. ول کنید بابا این حرفا رو. فردا عروسی داریم. نادر یه آهنگ شاد بزن. لازم نکرده. این خیابون مستقیم بری 10 دقیقه میرسیم. اگه خونه نمیریم؟ خونه هم میریم، اما اول کار داریم یه جایی، بعد میریم خونه. فقط دیر نشه. دیر نمیشه، نگران نباش. باش بیا برو تو. چرا پیاده نمیشی؟ بیا برو تو. من نمیام نادر، نمیتونم.
شما برید ما الان میای. تو گوه میخوری. خوشو برو گم شو تو. یک کلمه هم اضافی زیر بزنی خودم میکشمت. خوش برو گم شو تو تابلو نکردی. تا ببینم چجوری میتونم مجلس رو به هم بزنم. کالت هم میبندی ها. شما همینجا باشید، خوبیت نداره. منو چرا آوردین اینجا؟ بیا عروس خانم، نگران نباش. ما که تو پاکی و نجابت تو شکی نداری. این یه رسمه. قدیما یه جور دیگه بود، حالا یه جور دیگه. من اینجا منتظر وای میستم. برو اون پشت لباساتو عوض کن، آماده شو تا من بیام. من کاری نکردم دیگه. معاینه برای چیه؟ برو عوض کن لباساتو. آقای ثقفی سلام. من نمیدونم چند بار بگم برو ما یه بهشون بگو دزدی چیزی می‌خوایم نیست. برای اینجاها. به خدا 100 دفعه دزد زده اینجا. خسته شدیم دیگه. اینو خواهش میکنم ازتون پیگیری کنید. من منتظرم. خدا نگهدار. تو رو خدا. عزیزم برو لباساتو عوض کن دیگه. آخه من کاری نکردم. من تو شما رو معاینه نکنم هیچ حرفی نمیتونم بزنم. تو رو خدا. تو رو خدا چیه؟ دروغ بگم من؟ مگه نمیگی کاری نکردی؟ برو لباساتو عوض کن دیگه. این اداها چیه؟ کار نادره. نادر کیه؟ برادرم. سلام. چرا وایسادی؟ منتظرم بیا. لازم نکردی. آخه کسی نیست. یه برو خونه کمک کن، خودم برش میگردونم. بدو. بدو دیگه. برو خجالت بکش. من تو شما رو معاینه نکنم هیچ حرفی نمیتونم بزنم. برو لباساتو عوض کن دیگه. عزیزم منو اینجوری نگاه نکن. من دشمنت که نیستم. شما بالا بری پایین بیای من باید شما رو معاینه کنم. من نشستم اینجا که حرفای تو رو بشنوم. حتما یه کاری کرده که همچین حال و بلا برات داشته. دیگه این مدلیشو ندیده بودیم. داداشمه. واقعا که آقا آقا خواهم یه چیزی بهتون بگم. بگو. راجب نساس. چیه باز پشیمون شده؟ من نمیذارم کسی با آبون بازی کنه ها. آخه حرفای خوبی پشتش نیست. معلومه چه گویی داری میخوری؟ راجب خواهرت داری حرف میزنی ها؟ همه میدونن. تو نمیخوای بدونی. تو محل آبرو برامون نذاشته. بس کن. یه روز تو خونه واسه ببین چه خبره؟ هر کی یه چی بهم میگه. میگم بس کن. تو فکر می‌کنی چی خواستگار قبلی ها کرد؟ آشغال بیشور.
معلوم نیست داری چه لقمه حرومی میخوری که داری اینجوری حرف میزنی. دخترموت بس نبود؟ با اون حرفات خونه نشینش کردی؟ حالا گیر دادی به خواهرت؟ چی داری تو مغزت کثافتت میگذره ها؟ دهنتو گل بگیر آشغال. مبارکه. چی؟ مبارکه دیگه. یعنی چی؟ یعنی مبارکه. من الان برات مینویسم، اینا هیچی نمیفهمن، ولی باید هفته دیگه بیای که با هم یه کارش بکنیم. چی کارش کنیم؟ تعمیرش کنیم دیگه. یه خواهی هم گردن کسی ننداز، دسته گلی که خودت آب دادی. مبارکه. کشتنم، بدون اینکه حتی یه قطره خون بیاد، بدون اینکه حتی یه سلول تو بدنم از حرکت وایسه، بدون اینکه حتی یه نفر برام گریه کنه. اسم من نساست. من مردم. نمیدونم کی، ولی میدونم همینجا بود، درست وقتی که به هیچی فکر نمی‌کردم. دقیقاً هیچی.